تصویری از شهر آخشاکجا، سکوت و آرامش. البته امروز که من این فیلم رو برای شما میگیرم روز عید ظفر هست، عید رسمی، یکی از اعیاد رسمی ترکیه که مربوط به مصطفی کمال پاشا آتاتورک و سربازانش میشه. امروز تعطیله و ساعت 8 صبح. این شهر هم حالت خیلی خلوتی داره. این ساحل یکی از سواحل آخشاکجاست. اینا مرکز تفریحی و رستوران و بار و کل این منطقه، چادرایی که اون پشت ملاحظه می‌فرمایید همشون همین حالت رو داره. البته فعلا تعطیله. این هم مسجد جامع و بزرگ آخشاکجاست، تقریبا در مرکز آخشاکجا. این قسمت هم تا اون آخر همین حالت توریستی و تفریحی رو داره. این هم جاده ساحلی هست کنار ساحل که تا انتهای آخشاکجا ادامه پیدا میکنه و در انتهای آخشاکجا دیولوش 400-500 متر انتها 400-500 متر دیگه میرسه به ساحل شنی که برای شنا استفاده میشه. این ساحل چون سنگیه برای شنا زیاد قابل استفاده نیست. من یک اسکله و این یک قسمت از شهر آخشاکجا و از زیبایی‌های این شهر و آرامش و سکوتی که در اینجا وجود داره. هوای بسیار بسیار مطبوع، هیچ فرقی با شمال ایران نداره. دقیقاً اگر میخواید هوای اینجا رو ببینید به چه شکلیه، هوای شمال ایران رو در نظر بگیرید، با رطوبت کمتر. البته رطوبتش چون اون کوههای البرزی که تو اطراف استان گیلان و مازندران هست اینجا وجود نداره، رطوبتش به نسبت اونجا خیلی کمتره رطوبت هوا، ولی مرطوب هست. الانم فکر کنم دمای هوا هولوش 24-25 درجه باشه، 22 درجه باشه. بسیار هوای مرطوب. آسمون هم امروز تقریبا نیمه ابری، آفتاب کم رمقی هم امروز هست و قسمت هم انتهای این اسکله پشت این مرکز تفریحی که الان در فیلم میبینید شهر بازی هست که شهر بازی هم دقیقاً انتهای یک اسکله قرار گرفته، یعنی سه طرفش آبه. البته تا فیلم اونجا رو هم براتون میگم. شهر بازیش کوچیکه، 4-5 تا وسیله بازی داره، ولی خب خیلی شلوغ میشه چون علاوه موقعیت قرار گرفتن در جای بسیار بسیار خوبی قرار گرفته. خیلی برای تفریح تو این منطقه تو این پارک حاضر میشن و شبها معمولا تا ساعت 3-4 صبح اینجا شلوغه. حالا در فرصت دیگه اونم براتون تهیه میکنم. بله، خدا نگهدار.